غلام ناصری هستم از جی چینل نیوز با خبرهای کوتاه و مهم در مورد افغانستان و طالبان. برای شنیدن خبرهای تازه و مهم چینل را لایک و سابسکرایب کنید. سرخط خبرها: برای نخستین بار پای داعش به ازبکستان رسید. حملات جبهه مقاومت ملی بر طالبان در بغلان و کاپیسا. هواپیماهای بی سرنشین در بلخ و پنجشیر دیده شدند. جبهه مقاومت ملی میگوید طالبان باشندگان دره سچی بغلان را کوچ اجباری دادند. حملات چریکی‌های مقاومت بر طالبان در بغلان 3 طالب کشته و 1 رنجر تخریب شده است. مردی در چهارراهی دمزنگ خود را آتش زده است. نشریه خبرها: برای نخستین بار پای داعش به ازبکستان رسید. داعش خراسان با نشر عکس ادعا کرده که جنگجویان این گروه در منطقه ترموز هم‌مرز افغانستان بر سربازان ازبکستانی حمله کرده است. تاشکند تاکنون در این مورد چیز نگفته است. این نخستین زنگ خطر تروریسم در مرز افغانستان است. ویدیوی حمله موشکی که داعشیان ادعا کردند بر سربازان ازبکستانی در منطقه ترموز، منطقه هم‌مرز افغانستان صورت گرفته است. منابع از حیرتان شلیک موشک به سوی ازبکستان را به آماج نیوز تایید می‌کند. منابع به آماج نیوز میگوید که امروز صداهای انفجارهایی را در نزدیکی شهرک بندری حیرتان شنیدند. یک منبع آشنا با اراضی نیز با آماج نیوز گفته که مطابق ویدیوی نشر شده از سوی داعشیان این ساحه مرزی افغانستان و ازبکستان است. در یک حمله چریکی‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان بر طالبان در استان بغلان شهرستان خوست فرنگ 3 طالب کشته و 1 رنجر تخریب شده است. درگیری شدید میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در نجراب کاپیسا و سفیدچهره پنجشیر آغاز شد. هواپیماهای بی سرنشین در بلخ و پنجشیر دیده شد. منابع به خبرگزاری آماج نیوز میگوید که همین لحظه هواپیماهای بی سرنشین که معلوم نیست از کدام کشور است در آسمان مزار شریف و پنجشیر دیده می شود. طالبان در مورد این هواپیماها مهر سکوت بر لب زده و نمیگوید مربوط به کدام کشور است. درگیری شدید میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در 315 خیرخانه همکنون جریان دارد. گروه طالبان حوزه پنجشیری را از دشت ریپورت پنجشیر و جرم همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. مردم میگوید ظلم پایدار نیست. طالب برود جواب حملات هوایی خوست و کنر را بدهد. جبهه مقاومت ملی میگوید طالبان باشندگان دره سچی بغلان را کوچ اجباری داده است. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان روز گذشته و دره سچی استان بغلان رفته و در هنگام تلاشی خانه ها باشندگان محل را سخت آزار و اذیت کردند. و گفتای آقای احمدی نیروهای طالبان به مردم این دره هشدار دادند که هر چیز زودتر این دره را ترک کنند و دیگر حق زندگی کردن در آنجا را ندارد. او افزوده است که در پی حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در دره سچی شهرستان خوست ولایت بغلان 1 طالب کشته و 2 تن دیگرشان نیز شدیداً زخمی شده است. همچنان شب گذشته در شهرستان خواجه بهاءالدین استان تخار نیز حسین 1 تن از سردسته‌های طالبان در نتیجه حمله یکی از جبهه‌های ضد طالبانی زخمی شده است. مردی در چهارراه دمزنگ کابل خود را آتش زد. منابع به آماج نیوز میگوید که صبح امروز مرد در چهارراه دمزنگ ناحیه سوم شهر کابل به دلیل مشکل‌های اقتصادی مقابل پسر 4 ساله اش خودش را آتش زده است. منابع می‌افزاید که باشندگان محل سپس آتش او را خاموش و زندگی او را نجات دادند. که با ما همراه بودید. این بود خبرهای امروز. برای شنیدن خبرهای تازه و مهم دیگر چینل را لایک و سابسکرایب کنید.